ارز شیبا به هم داده که حالا برای ترون باید حداقل 20 تا ترون یا TRX داشته باشم تا بتونم برداشت کنم. برای شیبا حدود 300,000 تا میخواد که من الان 336,000 تا دارم و این رو میتونم برداشت کنم. میخوام بهتون اثبات کنم که میشه به راحتی برداشت کرد. این پایین هم میبینید که خودش داره برام ماین میکنه بدون اینکه نیاز باشه وارد ربات بشم. خودش داره برام ماین میکنه و پول بهم میده. در این قسمت که وارد بشید یک نکته بسیار مهم وجود داره. ببینید دوستان، زمانی که شما از طریق ادلیستی که براتون گذاشتم وارد کانال ها بشید، اینجا نمیتونید بیایید اینها رو کلیم کنید و دریافتشون کنید. چرا؟ چون این ربات یک کمی متفاوت تر هست. زمانی که شما وارد کانال های تلگرامیشون میشید، یک رباتی اونجا داخل کانال یک پیامی گذاشته که زیرش یک دکمه شیشه‌ای هست و از شما میخواد که بزنید روی اون دکمه شیشه‌ای و وریفای کنید خودتون رو تا کاناله بیاد تشخیص بده، ربات بیاد تشخیص بده که شما ربات نیستی، یه شخص واقعی هستی. بعد از اینکه اون تاییدیه، اون وریفای رو انجام دادی، در اصل میایی میتونی این تاییدیه رو بگیری و اینجا کلیم رو بزنی تا 5,000 تا شیبا به راحتی هرچه تمامتر دریافت کنی. پس این از این موضوع، چون گفتم احتمالا سوال خیلی هاتون باشه. اما بریم سراغ برداشتش. ببینید دوستان، اینجا 2 تا دکمه داره. توی این قسمت ولت هم که بری دوباره میاد براتون، میتونید بیاید اینجا دکمه سند رو بزنید. من حالا میذارمش روی همین قسمت صفحه اصلیش باشه. اینجا دکمه سند رو میزنم. اینجا 2 تا کادر وجود داره. ما توی کادر اول باید آدرس ولت ارز شیبای خودمون رو قرار بدیم و توی کادر دوم هم بیایم مقداری که میخوایم برداشت کنیم رو قرار بدیم. اما خب این آدرس رو از کجا بیاریم؟ شما باید از قبل توی یک صرافی ثبت نام کرده باشید. من صرافی ایرانی نوبیتکس رو بهتون پیشنهاد میدم چون خودم باهاشون کار کردم و کاملا راضی هستم. هم از نظر پشتیبانی خوبن، همینجوری اوکی هستن دیگه. ثبت نام داخل صرافی نوبیتکس رو توی این ویدیو آموزش نمیدیم چون خیلی راحته. اگر هم به هر دلیلی بلد نیستید ثبت نام کنید، توی گوگل یه سرچ ساده که بزنید کلی آموزش ثبت نام 0 تا 100 برای نوبیتکس براتون میاره. من فرض رو بر این میگیرم که شما داخل صرافی نوبیتکس ثبت نام کردید. حالا اگر توی صرافی های دیگه مثل بینگیکس و غیره قبلا ثبت نام کردید، از اونها هم میتونید استفاده کنید، هیچ فرقی نداره. بعد از اینکه ثبت نامتون رو انجام دادید و وارد داشبوردتون شدید، من اینجا میام روی داشبوردم کلیک میکنم، وارد این صفحه میشم. اینجا کیف های من رو میام انتخاب میکنم و گزینه اول اثبات رو انتخاب میکنم تا وارد این صفحه بشم. توی این قسمتی که یک کادر جستجو هست، شما باید ارز شیبا رو بیایید جستجو کنید. من اینجا می نویسم شیب تا ارز شیبا اینجا برام بیاد. مقدارش هم میبینید که 1000 تا دونه شیبا برابر با 1300 تومان هست. این طرف سمت چپ رو اگر بهش دقت کنید 3 تا دکمه وجود داره: دکمه خرید و فروش، دکمه برداشت و دکمه واریز. چون ما میخوایم به نوبیتکس واریز کنیم، باید بیایم دکمه واریز رو بزنیم. زمانی که دکمه واریز رو زدید و وارد این صفحه شدید، توی این کادر اول که همون ارز شیبا رو داریم، میتونید حالا بعداً تغییرش بدید به یک ارز دیگه. مثلا میتونید بیاید TRX رو اینجا انتخاب کنید که حالا ما نداریم. و در قسمت شبکه واریز اینجا خیلی مهم هست دوستان. ببینید من وقتی که روش میزنم 2 تا شبکه برای واریز برای من میاره. به نظرتون باید کدوم رو انتخاب کنیم؟ برمیگردیم داخل ربات. ببینید اینجا خودش بیرنگ نوشته که آدرس ولت BEP20 رو بیا وارد کن. پس ما اینجا 2 تا داریم دیگه، ERC20 داریم و BEP20 رو داریم. باید این رو انتخاب کنیم چون ربات این رو از ما خواسته. من این رو یک بار روش کلیک میکنم. اینجا یک دکمه میاد ایجاد آدرس واریز. این رو که یک بار بزنید یه دونه آدرس ولت برای شما میسازه به همین سادگی. اینجا 2 تا دکمه داره. دکمه کپی رو که بزنید کپی میشه دوستان. برمیگردید توی ربات و اون رو اینجا وارد میکنید. خب من 340,000 تا شیبا رو اینجا میزنم و اینجا هم سند رو میزنم. به همین راحتی میبینید که تایید میشه دوستان و موجودی من از اینجا هم کم میشه.
حالا دیگه باید منتظر باشیم تا برداشتمون از داخل ربات انجام بشه و واریز بشه به حسابمون داخل نوبیتکس. من هم ببینم جایی داره برای نشون دادن. آره دوستان ببینید اینجا توی قسمت ولت که وارد بشید، اینجا من مقدار موجودی که برداشت کردم 340,000 تا زدم، اومد 30,000 تاش رو کارمزد از من گرفت برای انتقال. اینجا در قسمت تایپ برام زد سند و اینجا هم استاتوسش در حال چرخشه. زمانی که این تیک بخوره پول یا همون ارز شیبا به حساب نوبیتکس من واریز میشه. من ویدیو رو اسکیپ میکنم چون ممکنه چند دقیقه یا حتی چند ساعت طول بکشه تا این واریز بشه. بعد از اینکه واریزش انجام شد برام ویدیوش رو قرار میدم. خب دوستای عزیز، از زمانی که من درخواست برداشت رو زدم حدود 12 ساعت گذشت و بالاخره واریز شد برام. الان اگر من برم توی ربات نوبیتکس و بیام قسمت کیف های من و قسمت اثباتش، میبینید که اینجا ارز شیبا برای من اضافه شده که همون مقدار 310 تایی بود که برام واریز شد و قیمتش هم به تومان شده 403,000 تومان که میبینید برای من توی کمتر از یک روز واریز شده داخل صرافی نوبیتکسم و میتونم ازش استفاده کنم. برای ارز ترون یا همون TRX هم به راحتی شما طبق همین آموزش که انجام بدید میتونید برداشتتون رو داشته باشید از این ربات عالی که واقعا هیچ کاری اصلا نیاز نیست داخلش انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. موفق و پیروز باشید.